من به برنامه خود میگم خیره که ولی کمره ماست لاله اینه برو دیگه نه درون باب نه نیستی آقا آقا دروغ میگم کوکوی پیش بیسیم پایایش سایک وطن داره بگم چی میگم دیاجی صاحب ما خوب اون قوشان مثل تامق رفتیم بالا شدیم تامق میکنم میله اونجا در درخت بالا شده زردونی میکنم های صاحب من هم سعی کس پیش نیستی از او بخیشم میکنی سعی کتا گلایت مانده گلایت تیز خدافیزی که کمرمن بیا نان بخوره گشنه شدم خب یا که بریم باغ کدام باغ همان باغ که آجی منان خنده داره آجی منان خنده داره دوست آجی منان قبض باشه شما خیده بگیره یک چیز هلو دیگه بخواد رقمان میگیره بگیره بیا خاله اوه هیچ شده شیشه تبید فایده نشده چایش رفتم چای ریختم نه خیلی گمش نازنین کارای اویی میکنه خیلی چای چپه شده دوستا حالا چرا سر سوانش روش کردی یه شاشه باید چای چپه شد حالا چای از قابل تا چای چپه کردن و لباس آفیت بخواهد داشته باشیم دوست عزیز هم دوستشون که می‌بینیم باز هم آمدیم در یک باغ بسیار زیبا و بسیار رومانتیک و همچنان ناگفتنمونه من تنها نیستم دوست عزیز تمام اعضای تیم همکارا هستن امروز خوبی این برنامه در این است که کل ما کنار هم هستیم دیگه این که امروز چی کارا میشه در این برنامه چیزا رو انجام میدیم چی پختن میکنیم برای برنامه و یا برای خود ما دیگه میریم پیش خال تبسم چی میکنم سلام خال تبسم دیگه سلام دوست عزیز خدا کنه جور صد سلامت باشین دیگه یک کار دیگه نداریم سایز خواهی من میرم تا برنج چیزا رو میشه دیگه دوستا خال تبسم نمخواد یک زن دست پایی یک زن کاریگر دیگه همینجا دیگه مانده به خاطر که گوشت بخار بوده به خاطر برند دیگه ما مصرف کارهای خود میشم شما هم تصویری از طفلا داشته باشین که مصرف چی کار باید هستن چی میکنن سلمان کی کو سلام علیکم دوستم بیارگان قشنگین دختر هست مجمع چی میکنی؟ گازگازو میکنی؟ این از اون ساعت طفلا میگه تیر از چی چیزایی داره به طفلا که ساعتشان تیر باشه گاز بخورن دیگه همی طفل هر جای که باشه باید برشون یک بازیتر باشه دوستایی به خاطر سادگی چون طفل هستن دیگه دک میرن کبن از جان آقام باش من آقام بیان کنم ارغوان جان گاز بخوره دیگه شما تصویر از باغ زیبا داشته باشین مدینه و دوستای سلامت کی نگید سلام هموطنان عزیز خدا کنه که جور و صد سلامت باشید تشکر مدینه جان دوستا شما تصویر از باغ داشته باشین از گوشه و کنار باغ که چقدر باغ زیبا هست باز ما هستیم شما
باشه ما خدا پیش بگیرم که دیگه پچه بنده بغل خوب میگیری عکسه عکسه بسیار خوبش میگیری زنده باشید جان دوست داریم ما هم پرا دل دارم ولی دوست دارم بقیده لنه اولادایی خیلی کامرا برای جانت خبر نه بچه 20 دفعه ترا گفتم که وقتی که میایی خبر بکن ما یک آران فکر راست میگه تو خواب چه می ما دقیقا مکسی یک آران که ما بفهمیم کی آمد نه چی بگی میگه؟ دیگه یک سلام علیکم کرد دوستان خب سلام علیکم کردیم نه؟ نه وطندارای گل، وطندارای ناز، وطندارای خند و شیرین و نبات سلام همه تو بهاری براتان برسه ما فعلا دیگه در جایی هستیم جایتان خالی چی یک باغ، چی یک سیب، چی یک خلاصه هر چیزی هست انشاءالله که کی تو راید باشین همیشه وقت تیم کاری ما در خدمتتان هستیم از یک جای بسیار سرد سلام های گرم خدا ما هم تقدیم میکنیم یک چک داشت خدا کنه که شما هم همونطور مثل ما را خوش و جور و سرحال باشین نگه و آرزو میکنیم که این همونطور شما میگید بیاین در وطن و از این وطن زیبای ما لذت ببرین چرا که در دیار غربت هرچند نباشه که ممکن مسافری هستیم همین که شاعر گفته که مسافر به میهن بیا تو که میهن شود گلزار بیا تو با آمدن شما وطن ما گلزار ز صحرای سوزان خود به گلشن بیا اینا نمیمانیم دیگه که باز کل شما همین که کمکی که خاص به خاطر این مسافرهای عزیز واقعا که گفته ز صحرای سوزان به گلشن بیا از این گرمی ها و ملکای گرم اینجا واقعا گلشن است وطن بهترین چیز است بهترین جای است و هر کس باید وطن دوست باشه هر کس وطن پرست باشه هر کسی که از هر جای بود چرا گفتن که هر چاته خپل وطن کشمیر ده صحیح ولی ما در یک برنامه خود گفته بودم در یک چینل دیگه بود در یک برنامه خود گفته بودم که وطن مادر است بیاین در وطن آرامی است و بالا خیلی هم وطنهای ما باز پیامای ناف مانده بودن که ولی این تو شد تا شد بالا شد وطن ماست ولی ما اما قدر دل ما جمع است که مرگ روزی دست خداوند است ولی تا حد توانی که میتونیم در این وطن در این سرزمین زندگی میکنیم در این جای هستیم و بازم به خاطر شما هستیم که به شما هم وطنهای عزیز لبخند بیاریم به شما وطنهای عزیز خوشی بیاریم شادی بیاریم و وطن هم بی ما وطن نمیشه خیر باز میبریم شفاخانه بچه بخیر دیگه اوسو برو که الهی ما که کلمه خراب است کاش که کم نمانده بچه حالا دیگه فضا یک کسیش خراب کنیم بخیر سلیمان جان هم گوی کردم سلیمان جان یک سلام علیکی کو در کمره ما خونه آمدی از ما گریزان هستی نه که کمک دور بی شامی داغای چیز نه نمی دل جمع او رو گم میکنم برات ممنون که چرا از ما را نزدیک میکنی وقتی داغای بی ما معلوم شد خدمت ها سلام بسید خدا کنه خوب صحتمند سر حال باشین دیگه سادیا جان وای جان سادیا جان ساخته بستم کوکوی بیا بازی کردم مایی بیا یاد آجی منان بخیر بیچاره خدا که لگه الان خبر صندوق ارخوان داو خودم داخت بازی دیگه دوستای عزیز هر کسی که افغانستان آمده بود و افغانستان است میتونه که راحت به میمان ما شوه اینطور دوستایگان تا پیچه حالا فعلا حوضه رو پر نکردیم به خاطر از اینکه هرچی هوا پرش کنی باز خط شده میره
به اون خاطر او پرش نکردیم انشالله اگر اینجا الله بوبا جان میکنیم ما صدیه جان دو دانه مثلا دو دانه باغ است که خوب از رفیق فضایی است و یکی هم از رفیق این بنده است که یکی باغ کاکاوی است یکی باغ سلیمان. خداوند خیرشان بده که وقتی برشان میگیم که مثلا ما یک برنامه میگیریم نمیگن به قربانشان سلامت باشن. یک جهان تشکری میکنیم از صاحب باغ و شاید خود مستقلش هم ببینه از باغ ببینه که باغش ماشاءالله سر محترم است. دیگه ما یک تشکری خاص ازش میکنیم که ما را اجازه دادن و برنامه ثبت کردیم. دیگه دوستان با ما همراه باشین. سعی خدمت‌ها را بگیریم که دانه فامیل بیچاره خدمت کرده ایستن و آشپزی میکنن. همیشه پایلوچ کمی جناب. چی کردین حالا؟ تا کجا رسید آشپزی تا کجا رسید؟ دیگه سر کردیم ما خال توسم البته گوش انداخته دیگه باش که چی میکنه. خلاص است؟ گپالاس؟ از چیز برای سلام دوست عزیز خدا کنه جور و صحت سلامت باش. سلام علیکم. آه برین نام پس دیگه گپ نداره. دیگه گپ نداره؟ دیگه گپ نداره. حالا که از یوز داره که غرق نشین. ایا ونجام برای اینجا غرق نشین. ما برای از اینجا برام نه کار پوست چنید میدانه که الله وای جان اگر تونست یک سری میتونه مرا سریع اگر نه بودم تاچ می مرا سریع تشکی تشکی سلیمان ها شما شاگرد کاکاوی هستی نه میتونه بالا من بایانا پیشکی ما پیسره برو سادیا نه ولی نازنین کاکاوی دی کار نکنی نه من میفهمم نه تاک نداره صد پر نبی آجی دی بدون یک چند سنی پیش حالا بتونم گردی بده نازنین بده من بالا میشه بده نازنین میتونه برو حالا بکی میتونه نه کاکاوی دی اشتباه نکنی من میفهمم من خودم نخورد تو در صدر با بالا بشید ما 500 میروزم بالا باید میشید خلق بس شما بالا میشه دوستا برو یک پنج سری یا بالا میشی دو ایسی به خالت مثلا باش پیسه نه پیسه خیلی نتیجه من 500 میدم دعوت من نازم ما غرق میشیم در 500 کده بکشم تو ما تو رو میکشم در 500 خب 500 دیگه ما برای مثلا مادم روی سعی برای کاغور میشه برو راست می کالا کدام روزم میدید کش نشه امیدی که شفاخانه بیره سال یکی بیره اونید برو بارش نام خدا بارو تو مایی گوشدار هم هست نام خدا کمک وزنکشم دوسته زیاد است دیگه برپشتشم کردن نمیتونم والا میشه چطور بچه که باز نمیسانه از آسمی نمیبینی که یک آدم صحیح ششته عرب ششته گرد کدن کم بیگی بیبی نیست دیدم ما من سعی کردم بدم بعدش که تازه نزدیدم الهی شکر میگه مرد دو زنت همه خوش نمیزنه چی میگی؟ والا اینو ترسانده تاشی نه نترساندم خب به خاطر از این که یک زن الله از دور کسایی سعی داره که شیرهای ما بند میشه به خاطر که اگر شیر بگوی با لط میخوری شیر می نگی صدای تا نکشی نمیکشم از همون شوله تا بخو پرده تا کو قابلی من میخورم پرده خودم میگم خب خیره جان من میگه شیشتا بود آجی جان تنها دقیقه داریم نتون یک فالتا ببینیم بخی یک دارم بگردیش اینجا رو پدادیم برو رومی بیار گمشه برو بدم چیزه که در رومی بیار که رومی آدم رفته بدم یک کمک ایسی بیار شیره شفاف ما خراب نکنی که باز دقم میمون نه دل جمع باشه این سه دیگه خب یک فکایی به دوستان میگم دیگه خیر باشه جایش آمده جایش آمده خود گرچی یک ذره پریشان هم هستم یک ذره جیگرخون هم هستم امروز بیخی گرفته است یا چی جا؟ برات قصه کردم اول کاملم برات قصه کردم خاطر دختره گرفتی
میبریم میشه بخیر غزنی. این اولاد بهترین چیز است بهترین میوه دنیا اولاد و است. اولاد بدترین چیز است. بهترین چیز است. یعنی وقتی که یک آدم در باغ و در جایی که باید لذت ببری ولی از خاطر اولاد همه تو گم میمونی. ولی باز آمدندارای ما که گیننده ماست کمره سرم آمده مجبور یک پکایی بگیر. یک کس رفته بود در شهر پکه خریدن رفته بود. باز خالگک دید که پکه بیادر در میگه پکه فرو صدا داره که پکای خوبش پکای زمانتی پکای زمانت داره 20 سال زمانت داره یه نه پکه پکی برقی و پکی نه دیستی؟ پکه دیستی. خالگک رفت بیادر جان پکه چند است دانش چند است چرا کم زمانت میکنی؟ خاله جان گفت پکه که از 20 سال زمانت داره بسیار پکه خوبش است شمال یخ داره فقط 20 افغانی قیمتش است. مرا بچه میاد دوتا این پکه را گرفت پیسه یک داد رفت در موتر شش که در موتر شش الله چقدر گرمیست کمته که طرف پکه شکست. الله از موتر تا شد زنا را خود دیدی. آقا گفتی 20 سال زمانت داره اینم یک دقیقه شکستی چرا این چه رقم پکه است؟ این 20 سال زمانتش کجا شد؟ خاله جان گفت که چه رقم استفاده کردی؟ آدم واره گرفتم پکه کردم گفت نه خاله جان ما این رقم گفتیم زمانت داره پکه رو بگی کلیدش رو داره. اینه دیگه که پکه خریدیم پکه صحیح بخریم که اگه پکی خراب ده کردیم تو کلیتانش نشکنه. بردیم. اگر پکه خراب پکه رو بگیری کلیتانش بده. اینه دیگه ایرم قزمه تانستم گفتم برایتون. دوستا آجی منان واقعا بیچاره کمک غمگین است. یک تفلکش مریض است. دیگه ما دعا میکنیم که طفلا و مریضای کل مسلمانا و مسافرها و کسایی که در داخل و خارج از کل شهر خداوند شفا بده. اگر کسایی که اولاد نداره خداوند برشان اولاد بده. قبلا یک دوست ما به نام آقای انوری برای ما گفته بود که هم اولاد نداشت خداوند رو اولاد بده. دیگه مریضا رو شفا بده دور مسافران رو در وطن بیاره. دیگه ما می دعای ما زردان دوستا بگه از ایمانان هم خداوند از این غم و اندور نجابت خدا غم دور داشته باشه. دیگه تبلکش شفا بده تا که این تشویشا الهی آمین. و کاکوی دیگه تو دیگه کسی که هر جای خوش است خداوند نموج آرام داشته باشی. بعض مردمای ماست بعض افغانای ماست مثلا نموج خوش هستن صحیح است ملک مسافری که هستن خوش هستن خداوند نموج آرام داشته باشیشون. کسی که آرزو داره که در وطن بیا خداوند بیاریشون دیگه. کسی که اینجا خوش است اینجا خداوند هر کس هر جای خوش است نموج آرام زندگی کنه نموج آرام باشه. صحیح است. گفتیم ارغوان جان هر جای که هستین خوش آرام خوش آرام باشه. کامرا ارغوان جان تو بیا یک دفعه خوش بیا که کاسیت بیا کاسیت هم بیا بده بخیر بیا تو ما میفهم نام خدا چی میخوری آجی سر بیا چی میخوری هیچ چون هم نمیشه. ایره ششتی قند کاکا مادر ششتی گی ششت برد مادریم خب گاز یکم جیتش الاله نگویی که نفهمیدم کاکا وید دیگه. دیگه بر چی ما تو رو لایق بکنیم؟ نام میشه دیگه آجی اصلاق زیر در گرفت اونه؟ اما زیر در گرفت نه نگرفته یکم پخش کاکا وید. برای چی که پس برنامه ماسته چی؟ آجی ببینی سوجه را ما جور میکنم میان با برنامه ختم خیره که اونو کمره ماست لاله اینه برو دیگه خیری بینی آجی صاحب. نام خدا آجی صاحب. رای کنید دوستا اینی رقم در او میشن کست زمینداری نکرده. از همون بیغ برات میکنم
خیلی بینی آجی صاحب. چی میگونی مدینه جانی جا؟ درا یاد میگیرم. آجی صاحب آمده که پیش شاگردی کنم یا درو یاد بگیرم. بچه همون چی شدی؟ ابی چیزی که هستو نیست کلش در او کنم؟ چیزی که دادم روی میاد صحیح است. رقم زده رئیس یا طرف میکنی چی را زده رئیس لالا؟ حاجی چی بکنی؟ کنده رئیس باش و می گو گوسپند یک ذره کار در او کنم. گاو خریدی حاجی؟ گاو خریدی بجی آینه سلیمان داریم دیگه چی؟ این دستم بس میکنی؟ آجی صاحب دستک نزنی آجی صاحب. نمیزنم. خب مقصد دلت ده کال دستک نزنی که نه سره سعی کتال چی میکنه صبر کو دیکن بچه کمه بسته میکنه. آخه الله یه رقم درو کدی کمرت بسته کدی فقط پخسه میزنی. نه ایرام در او کردیم. خب ایرام بیشتر کود میکنه. آفرین. آفرین. بیا آجی صاحب شاگردای تیاد نمیدی از ما که یا پیس میرن. آجی صاحب من هم سعی کس پیش نیستی از اون بخیشه میکنی. سعی کتا گلایت مانده گلایت. باید از بیخ کنده شود که دیگه سوز کنه. آره گلایت چرا میکنی؟ نه خو از بیخ بکنی که دیگه سوز کنه لالا. خب تو من وقتی ما باشم. پاشو بچه. دوستای عزیز هر کی دقانی کرده کامنت خدابانه با صاحب که چه رقمی خوبی داره کرده یا خراب. دوایش گم نشه اگر نه دادا رئیس زده خب پیشتر گفتی من درو میکنم زده را نیست درو کده رئیس. خب اینه کتا کتیشم کنده. خیلی آه خیر نصیب کنه باز که میگه و گوسپندم سرما حق داره. سیستمش یاد داری نه کار خراب آه، نکنی اینه زده فکر. تفریشه نکنی او بچه گل کی پاش داد سرم. از عثمان باری. وا خدا شکر که گل سرم پاش دادی. سعی کرده که تایید میکنم نه. خیر ولی گلام یا مگم گل نیست او بچه خراب نکرده باشه. یا گل است خود اعلام دروش میگم به خاطر که خشک شده میبینی وقتش رفت دیگه. آه دیگه ما یک کبیرک دارم ناخنا ما دستک زدی؟ مزدار شد اینه سر یک زیبا حلوا بارو نشه یک دفعه کاکاوی. حلوا رو بسیار تعریف کردم. نه مزدار بچه او بده. برو. بی خو او بچه میگه اوسو برو خب میگه گل که خاره خب ببینم. دوست عزیز بگم من باشیم باش تو برنامه از یارم جوش خب برنامه تن سوال کنی خب آیسه چی بیا گپ نام در پالی ما بشی. یک چیز بگه امی کمری خودت شد لالا. کمره خودم رفت نه امور 30 ثانیه کار دارم. 30 ثانیه 30 ثانیه کار دارم. ما برات سعی کنین وطندارای عزیز. نه 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 امور سن شده نه سن کاملا تو نبه او آقای صاحب چی هسته؟ تو همونجا باش ما کار خودم میکنیم تو کار خودت کن. سعی کنین وطندارای عزیز که برنامه ثبت کردن چقدر مشکل است و ما چقدر زحمت میکشیم. خصوصا فکرم یک نفر خصوصا بسره کامرمن بیا پیش بیا سن پایایش سعی که وطندارای عزیز میگم چی میگم آجی صاحب نه من رئیس صاحب بعد پیسه کردی خدا نکنه اینا روز کردی دلالا زحمت دارم یا شما پس سی بیاری خب خیری بینه آه
نه دیدین وطنداره عزیز کامرامن پایکای لطف در این سنگا در این سنگا همین آجیمنان سرش روی موی بکنه. ای خیره بینایی صاحب. چقدر با زحمت برنامه ثبت میکنه، چقدر بچه زحمت کش است. مادر دیال نبینه. دیگه ما میاییم براتون برنامه ثبت میکنیم، شما باید بیننده ما باشین، شما باید کامنت بانین، شما باید نقص و نواقص ما را بگیریم که ما خدمتگارتان هستیم، خدمتتان کنیم. دوستای این برنامه که از اول نشه میشه برنامه اینجا دوم نشه میشه. از ما را دیدین از خیرتان از یارم. تا خیر میبینید. میریم کامره دو. برین کامره دو. میریم در کامره خود ما. خب کامرامن دیگه به او خاطر در او برنامه دیگه نشان دادم در تصویر پایکای تا گفتم سعی چقدر زحمت. خیره بینایی صاحب. زنگ گردین بودن. خب برو ادیر زنگ بزن. دیگه دم نگرفتم. خب دیگه چیسته؟ شما کدام گفتنی داری؟ گپای خود چیزی نیست میخوایی بس را گوش کنیم. خنک نخوردین؟ خانه خوردیم نازک کمک. به خاطر شفاقمان دوستای کمک خیلی آواز شما هم سرد است. برین طرف چی کنیم؟ دیویاجی. شب خالتون؟ هر کس در سیستم خود بره نه خیلی ببینه بشینه نالازات. آج چرا جهتان سیسته به خاطر دیگ؟ خب گشنگی سخت است. سخت است که شما گشنه است. چین میکنه هر کس میفهمه کمی دیگ پختش تمله. نمی معامله رو سیاه و یگان چیزا دیدی تا میواده که دیگ کلگی در دیگ از دیگ از عجله از بخاطر امینان که خوردهش و سعی که گریزه باز همی خوری در زیر درخت او شنگ باغده ای شنگ باغده هست و ایلاکو معامله والای بیچاره دلش که زله است دلش که خسته است شو نارام خو است تا چاشته بر از یاد دیگ کرده باز هم شو جمع کاری کنه هیچ کس دست به دست نبشنه و من دوستای عزیز شخصا خود عادت دارم که در معامله برم تا که معامله را جمع نکنم همون یک جمع بندی ما و شما که داریم در برنامه تا که معامله را جمع نکنیم کل ظروف کرایی را در جاش نرسونیم خانه نمیریم ای جان تا کارستامات در خانه روی نکنه با اینا خونه خوب است صحیح سمون صحیح دوستی خود نیست که می بخو دیگه که بخوردی برو دیگه بان دیگه یک ششتر کنه خوب میشه که یک کار کنیم که هم وطندارای ما دخنه بیاره هم کل ما مصروف شد به خاطر که اشتکاواری یکیش گله میکنه یکیش اون سعی کنه اون دوز انداختی اون وقت کمره میگیره برو کمره شکارت کرده دوزیر گلا رو انداختی نه او رو القوان کرده هم گله میکنی هم دیگه بیایی که تمثیل کنیم تمثیل فامیلی خانوادگی صحیح همی تو پدر همی مادر صحیح اینه ما دوتا بچه اونو دخترها اینی هم دختر چه شد یک خوارک دیگه ما اون چرک هم هست چی تمثیل میکنی؟ یعنی می خود تمثیل خانوادگی یکی مکتب نرفته و یکی دیوانه است یکی بیادر یک دفعه یک دفعه یعنی زدن نتی مثل برنامه سلیمان نه زدن نه همه تو جای پتکه و چیزا اینال باز چک میکنین که تمثیلی که خوبش است صحیح است؟ هم وطندارا چک کنن باز کامنت بانن هم ما میگیم نه شما کسایی هستی پیرای دین هستی ما خیلی خیلی کاکاوی تو خودت آقاسی دیگه اگه آقا چرا خم ما که هستیم بچه دیوانه ای هستیم بچه دیوانه ما چی کده باشیم امروز درس مرس خوانده مکتب رفته چی کده چی نکده مکتب نرفته؟ نه از کجا بریم؟ چرا؟ میرن پدرش رفته بودن خارنه تو چی کدی ها بچه؟ امروز خوشوخی مخی نه نکدی ای همسایه بچه را خازار دیوانه ندادی اگر دیوانه نه آقا هیچ همسایه را آزار نه ندادی اونی ننیم که بوری شیشه ما بنجایش رو نمیشکنم الله شیشه را بسم الله شیشه را میده کدی؟ باز چی کنی؟ اون ننیم که شیشه ما بنجایش رو منجای که بازه خواهو کنه شمالک چی خانشان میگه بوده شوخی مرا کنم دیوانه کده در با ما برای بودی پران بازی بچه های همسایه را آزار زیاد ما میکنن جلد دور شما ایده کردم نه درون باب نه نیستی آقا آقا دروغ میگه اونو مجاق میکنه که اونو مخوان نگاه که مرا چینه بیار بوتای کلیش روزن ما بیار دامن دنبالدان ما بیار بپوشم
آقای دکانه در دلش باغ شد. حالا شیشه همسایی گپ بابا او گپ چی شیشه همسایه رو چرا شکستاندی؟ نه نه بچه قدوس پرستار کرده نه بفهمانم بچه آقا بچه قدوس بجای از این مرا بجای تو مرا سات میکنه میگه پدر تا گفتن نمیتونم نزنه بچه رو نکشه اون یادرتا بچه میگه دیوانه وره چی بالا میگه اون بار آمده بود نه چیز دا چهارمغز میگه چهارمغز آرام میکرد میگه چی میکنی میگه من چهارمغز میخورم شاخ چهارمغز میدم میکنم نه آقا ما خوبان قوشان مثل تامق رفتیم بالا شدیم تامق میکنم میگه اونجا در درخت که بالا شده زندونی میکنم نه خودشم آقا اونو رو میگه اینی ننه میگه که اون موقع دختران دون نداره بچهان دون داره میگه بچه انداغان دستانان ما که ناز میته ملایی دکزیم نه آقا نه من تو دوست دارم من تو دوست دارم دخترای من دوست دارم کی گفته دیگه مقصد شیشه مجی من میده نکنی لبام بالا اونو رو بکن آقا وقتی میاره دونه میبوش مامه ندان اوسی قرار میشنه دکوشتی همون داده قرار تو بازی لق سعی میکنم کنه بیواز سنگ شیشه هم سویر زده بوده موره میزدی دیوانه شده بابا نمیگه نزن که نیشکن میه با خوشگاه پشتی زنه بخیر کنم دیگه بخورم خیلی ممنون هیچی ما دیالوگ نمیگه خلاص باش کار دیگه چی توشه واه پنجر بشینه بخیر که وقت نان است کنال با دور ارمیز با تیزاده توی خانه است لال نال شوارس میاد کدام تو تکنه که آقا نه میگی آقا میگه دیگه صدای گوسفند رو میکشه خب هستی است وطندارای عزیز کمره کجا کامرا اینجا سعیز اینا لگه من وطنهای ما رو بودیم سلیمان چی کرد لکمون داوش میزنیم وطندار عزیز نان تیار شده باش که روشنی تو باید زیاد باشه کمره باز گم شده اینه دیگم تیار است نانم تیار است کل چیز تیار است بخیر اینالش شاره میاریم دست شخی نمیکنیم برنامه رو تا آخر بیننده باشین که دست شاخی نمیشه آقا جان این گشتنش رو میگ رقم کرد بچه همین آزار نتین نه آزارش نمیده شما که آزار بدین موتن دیوان شما که آزار بدین بچه های کوچه خود زیاد آزارش میدن نه دیگه آزارش نمیده نه آقا هستی نه هستی آقا جان اون که یک چیز امریکایان که میگن انت کسی Thank you. یعنی تشکر کردم بزنیش آشپز کل گوشتا را مانده به خود الله. غوری آخر از خودش از تبدیل میکنیم کدش یا کلولا نه زده شد نب سیره نگیری از خودش هست نمیگیرم نگی که باز که سر سرش نکش وطنداره عزیز این دفعه این بلد شد همی بهترین هنرپیشه بهترین کرکتر اونمو است که عاجل دخوی یکی دیگه بلد شود مثل عضو فامیل عضو خانواده یکی دیگه را باید دخویش بفهمن بلد شود ولی ننیم فامیل نه جان نه بقا واقعیت خیلی از مزدار آمده الهی دستشان درد نکنه از آقای کوریای پایش درد نکنه بیاد دوی تا بالا دیگه از خوراکای چشمکایشان درد نکنه ننیم دوستای درد نکنه واقعیت که مزدار است نوش جان و نگفتن من دوستای بود میله بسته تیم اینی مقدار نفر که میبینه در افغان سیتی کار میکنه یک نفر دیگه هست او باز کم میاد یگان دفعه میاد یگان دفعه نمیاد باز یک روز رو هم براتون معرفی میکنه او نبود دیگه او گفتن نمیشه نه او یک اندیوار ماست
کی میگی؟ تو بخمی بوشی بشم دیگه از این یک ساعت خداحافظی میکنیم دیگه ما رو دوستای ما رو بیننده باشن دیگه کامنت های خوب بتن دیگه ازشان مینمی حمایت ها رو میخواییم دیگه ازشان خداحافظی میکنیم دیگه شما کل گوشتان رو نخو کل خاله تبسم خاله جان زنده باشی و ما همچنان دوستای عزیز خوشحال شدم که تاییدم با ما بودین امید که از برنامه ما لذت ببرین خوشحال باشین تا آخرین لحظات بیننده برنامه ما بوده باشین خوبش یا گشنه شده این حال چیز از شما 4 تا کدام گفتنی کدام گفتنی اگه داری انتقاد پیشنهاد نه ولی نیست کدام ندارم خود داره صبر خب بفرمایید اول از خودتون است لایک کنین شیر کنین سابسکرایب کنین برنامه ما رو تا آخر سعی کنین حمایت کنین خود از شما ما یک تشکر میکنم که تاییدم با ما بودین لایک شیر سابسکرایب کنین دیگه برای خدا خب عزیز صاحب خودت خودم امر خدمت دیگه باشه تشکر از این تشکر دوستا شاد و کامزار آرام باشین دیگه وقت برنامه به خلاصی هست هی ماست کجاست؟ هلا باز گلدار نه بگو میا نه یا پیج نه پیج بک بخزن که ما معلوم نمیشه من معلوم نمیشم وطندار عزیز یک خود تشکر میکنم از شما که همین دائم برنامه ما را چینل ما را بیننده هستین میبینین و دوم دیگه تشکری میکنم از این تیم که زحمت کشیده سوم دیگه این لقمه خاص به خاطر شماست خاص به می نام شما به می خاطر شما دیگه اینمی را فکر کنین که حاجی ملان لقمه میزنه اگه خوری گل میبینه به یاد خوری گل اگه خان آقا میبینه به نام خان آقا اگه لطیفه میبینه به یاد لطیفه خلاص هر کس که میبینه به یاد امو حاجی خدا بار نکنی دوستای عزیز قربان تک تکتان قربان تک تکتان ما سمیاریم خیر ما زن بیسانه بخوریم قربان تک تکتان ما سبیتن سایزه قربان تک تکتان که اولا ما سبر بزنیم نه من خداحافظی میگم بازم ما سمیاریم گویا گفتم بیسانه بخوریم دیگه قربان تک تکتان پاس یک سلات دیگر چیه لالا 3 تا جور اون یک تا دو تا 3 تا جور دو تا جور کرده بودیم 2 تا جور حالا تشویش نکن سلاتارم سیدیم دیگه قربان تک تکتان سایکل دوست لالا خب دوستان عزیز تک خوشحال تک در کجا سایکل خداحافظ. ایسته بیا باش چی بگم باش چی لالا سبته چم تیز خدافزی که کمرمن بیا نان بخوره گشنه شده خداحافظ